بچه من رفته بودم دبی. خب دفعه اول بود که کلا میرفتم خارج از کشور. خب من رفتم خدمت سربازیمو خریدم. خب بعد عکس پاسپورتم ببینه اینجوریم. خب میخوام برم سریع، میخوام برم پاسپورتو بگیرم، اینجوریم تو عکس چه پاشم برم پاسپورتو سریع بگیرم. به خدا به جون خودم عکسو ببینی اینجوریه، به خدا اینجوریم. یعنی گرفتی؟ خب با مامانم هم رفتم دفعه اول. بعد گفتم خب مامانم مثلا 8 سال بود داییمو ندیده بود، داییم دبی زندگی میکنه. بعد رفتیم و شارجه زندگی میکنه. رفتیم و هواپیما نشست و گفتم خارج، خدا خارج. بعد در هواپیما باز شد و رفتیم بیرون. دیدم خیلی هوا گرم بود و اینا و بعد نیست بذار الان خارج شروع میشه. خارج شروع میشه. بریم تو دیگه. این اوایل سیتراژشه. آره بعد رفتیم و یه ماشین سوار شدیم رفتیم شارجه. رفتیم و مامانم داییمون دید و بعد 8 سال فلان و اینا و کلا مثلا 10 روز رفته بودیم. یه هفته دیدم مامانم مثلا حال نمیکنه بیاد بیرون، فقط میخواد داییمو ببینه. مهم براشون بود دیگه. آره بعد من همش از پنجره خارجو میدیدم. بعد پنجره بیرون خارج خارج. خب بعد آخرش گفتم آقا برم بالاخره یه تفریح بکنم. خب بعد گفتم برم استخر. خب به پسر داییم گفتم که من خب برم استخر. اصلا هم انگلیسی بلد نبودم. خب الانم همونم بلد نیستم. گفتم که چیزی چیکار کنم و اینا. گفتم میری همین پایین جلو تاکسی سوار میشی میگی دبی. خوش میگی؟ آره خوشم میاد. خب بعد گفتم خب کجا برم استخر؟ گفت یکی از هتل‌ها رو بگو اسمشو. گفتم خب کدوم؟ گفت مثلا بگو اینترکانتینانتال. بعد اونجا استخر داره برو اون استخر. گفتم باش. رفتم وایسادم گفتم دبی. به خدا همینجوری دبی. وایسادم نشستم تو ماشین و بعد داشت رو میبرد. رفتیم و گفت کجا میری؟ گفتم که این اینترکانتینانتال هتل. گفت اوکی. رفتیم دم هتل رو پیاده شدیم و کلی پول گرفت از ما. رفتم هتل مثل ایران. من فکر کنم هتل پایینه، چی استخر پایینه. نه او استخر روی سقفشه. رفتم پایین او یارو اومد گرفت. کجا؟ گفتم که استخر چی میشه به انگلیسی؟ گفتم گفت چی؟ شاکی شد. فکر کردم مسکلش میکنم. گفت بیا بریم. داشت میبرد. گفتم نو. استخر روف میشه؟ نه روف هم نمیشه. چی میشه؟ بعد چی؟ پول. هم پول. روف چیه؟ روف سخت میشه. خب پس چرا نمیای با من دبی؟ گوش کن. رفتی بالا. بعد من نشستم بودم خب حالا که حال نمیده الان بپرم تو آب مثلا چیکار کنم؟ بشینم و یه آب میوه بخورم مثلا جای خوردنیش بود و اینا. رفتیم و نشستم. بعد میخواستم بگم که خدایا من اسم هیچ کدوم من یه آب میوه رو بلد نیستم چیکار کنم. چیزی آورد برای این گفتم همین اینو به من بده. بعد نشسته بودم یه آب میوه میریختم میخوردم و بعد نه اون یارو انگاری مثلا 4 ساعت منتظر یکی بیاد باش حرف بزنه. خب بعد من بیاشو میخوردم یه نگاه کردم تا یه نگاه کردم گفت فروت بعد من گفتم که یس. گفت یس. گفتم نو. نو. کشتم پریدم تو آب. به خدا کشتم پریدم تو آب. بعد تا همه شنا میکرد میومدم میگم فاینل فور. گفتم نو. سه دور میومدم نو بی شرف جدی ها هیچ بلندی گفتم یس نو بابا نو.